سلام دوستان عزیز. خیلی هستند با کتاب 504 آشنا هستند اما نمیدونن که چطوری این کلمات رو حفظ کنند. حالا من تصمیم گرفتم توی این کانال بر هر کدوم از این کلمات یه ویدیو درست کنم و توی اون ویدیو چند تا مثال بزنم تا بتونیم این کلمات رو به خوبی حفظ کنیم و ازشون استفاده کنیم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، میریم سراغ اولین کلمه. jealous. تکرار کنید. jealous معنیش میشه حسود. مثال: Although my neighbor just bought a new car, I'm not jealous of him. اگرچه همسایه من به تازگی یک ماشین جدید خریده است، من به او حسودی نمی کنم. Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him. A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her. یک کاراگاه توسط آن بیوه زن حسود استخدام شده بود تا دوست پسری را که ترکش کرده بود پیدا کند. A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her. His success has made some of his old friends jealous. موفقیت او حس حسادت برخی از دوستان قدیمیش را برانگیخته است. His success has made some of his old friends jealous. خب حالا نوبت شماست. برای این کلمه یه جمله بسازید و توی کامنت بنویسید. خب خیلی ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.